لاکچری ایونت شبی ماندگار می آفریند. ستارگان موسیقی پاپ ایران قلب‌ها را تسخیر می کنند. عاشقان به گوش باشید. بابک جهانبخش. دوست دارم سالن ستاره بارون کنید. سراغی از ما نگیری، نپرسی که چه حالیم، عیبی نداره میدونم باعث این جدایی. مرتضی پاشایی. هر کی رسید دل ساده من شکست، قول بده که تو از پیشم نری، واسه من دیگه عاشق جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. برای اولین بار در کنار هم مرتضی پاشایی، بابک جهانبخش. شب باران. قلبم منوز هوا تو داره، شب و روز شب باز. وقتشه ببارم، چه بی هوا هوای گریه دارم. شب اکسیژن. تو بهترین شرایطم، حالمو بهتر میکنی. شب عصر پاییزی. از عشق زیادی تو رو خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دورت نکردم. کنسرت جاده احساس عاشقان را فرا می‌خواند. عید فطر 9 مرداد 1393، 31 جولای 2014، دوبای، ورلد ترید سنتر. کنسرت 9 مرداد برابر 31 جولای. خوشحالم که در کنار هموطنان عزیزم در دبی هستم، در سالن مرکز تجارت جهانی دبی. دوستتون دارم، میبینمتون. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم، اون خوابه نمیخوام بدونه، واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشقه و کسی بازم اونو نمیخونه. سلام میکنم به همه دوستای خوبم. خواستم خدمتون اعلام بکنم ما 9 مرداد ماه یا همون 31 جولای 2014 توی دبی ورلد ترید سنتر کنسرت داریم و فقط خواستم این خبر تایید بکنم.